دوبله شده در استودیو جن. مته، تو از سمت راست. برهان، تو از سمت چپ. من از وسط میرم. تومه میشم. چی میشی؟ تومه. چرا داداش؟ اینطوری خودشون نشون میده. شما هم ازم دفاع میکنین. نقشه اینه. برین. ماشین فاتح اینجاست. آقا پیش اون ماشین نگه دار. ممنونم. داداشم همچین جایی چی کار میکنه ها؟ فکر کنم تنها نباشه. ارتانم اینجاست. پس این یکی هم هستن. آفرین مته، از روز اول به هم دروغ گفتی. فادیک حواستو بده اینجا دیگه. باشه. بچه ها باید زیرکی بریم تو. چرا زیرکی بریم؟ خب بریم مثل آدم بپرسیم اینجا چی کار میکنی؟ سلین، تا حالا کلمه مچگیری به گوشت نخورده اصلا؟ بپرسیم نمیگن سلین جان؟ شده یه بار بهمون راستشو بگن؟ بریم دخترم، وقت هجومه. کسی اینجا نیست. یعنی کجان؟ خب اینا کجا غیبشون زد؟ اگه میرفتن حتما میدیدیم. معلومه که یه در دیگه هم داره. آره بیاین دختره، از این ور بیاین. زینب کله شق. زینب چرا ما اومدیم اینجا؟ اینجا خیلی ترسناکه. از هر جا میتونه زامبی در بیاد. چیزی به اسم زامبی نداریم. تو جزیره فهمیدیم دیگه. فراموش کنه اسمشو نیارین دیگه. یکم دل و جرأت داشته باشین. زینب اعصاب من ضعیف شده. همش حس میکنم از یه جایی زامبی در میاد. من هیچ جا نمیرم، شمارم نمیذارم بریم. اعصاب منم ضعیف شده سلین. اینا رو پیدا کنیم دیگه. جونم به لبم رسیده. نمیرم زینب، نمیرم. این ترسناکه. خیلی. منم
پسر یه دست و پا چلفتی. آقا فاتح، آقا فاتح، آقا فاتح یه چیزی بگو، خواهش میکنم یه چیزی بگو آقا فاتح. آقا فاتح، آقا فاتح. منم مصطفی، شلیک نکنین. منم مصطفیم. اینها چی؟ مصطفی تو چی کار کردی؟ به خدا من کاری نکردم. منو دید ترسی شلیک کرد. از این خورد به اون، از اون خورد به این، خورد به خودش. مرده. آقا فاتح، آقا فاتح، آقا فاتح، آقا فاتح یه چیزی بگی، خواهش میکنم. آقا فاتح، آقا فاتح، آقا فاتح، داداشم، آقا فاتح تو رو خدا یه چیزی بگو. فاتح، اوران چی شده؟ آبجی داداش. فاتح، فاتح، داداش، فاتح، چی شد؟ یکی تو بگه چی شد؟ به آمبولانس زنگ بزن بودو. به کجاش تیر خورده؟ به سینم. فاتح، زنده ای؟ فاتح، به اینجا خورد. فاتح، فکر کردم دیگه نمیتونم ببینمت. من فاتح شکرجی زادم. یک، به این راحتی ها ولت نمی کنم برم. دو، جلیقه دارم. حواسم بود. شوکه شدم. از شوک بیهوش شدم. از اونجا برگشت. ببینم اینجا چه خبره؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا جلیقه ضد گلوله داری؟ برای احتیاط. از کی؟ از چی؟ تو کی هستی؟ مصطفیم قربان. مصطفی؟ این جریان به ارتان برمیگرده نه؟ من دیگه همه چی رو میگم. نوچ مچ نکن، همه رو میگم. مردم بابا. زینب، ببین، تو ختنه سرون ما با ارتان رفتیم بیرون. خب اون شب ما تو اومدی اینجا که چی بشه؟ از جونمون چی میخوای؟ خودتون بگین چی میخواین. دوروبر زینب نمیپلکی. از زندگیمون میری بیرون. برای همین منو فرستاده بودین روسیه؟ اونم با اون تریلیه؟ چه روسیه‌ای مصطفی؟ بله آقا فاتح. چرا؟ داشتن میرفتن، گفتن تو راه برسونن. تقاص اینا همتون پس میدین. باشه پس میدیم. منتظر چی هستی؟ اینا؟ آقایون، این چیه؟ کادوی عروسیتونه. اگه مردی تن به تن بیا، نه 40 به 4. چند دقیقه پیش 4 به 1 چی بود؟ 41 تقسیم بر 4 نفری میشه 10 و 25 صد. نفری میشه 10 و 25. به شما هم میگن مرد آخه. چیه کوچولو ترسیدی؟ بیاین. صبر کنین یه لحظه، یه چیزی میگم. یه چیزی
فرار! ما هم در رفتیم. این چیه؟ شما این همه مدت اینو ازمون قایم کردین؟ داداش من بهت چی گفتم؟ باید اونا رو یواش یواش میکشیدیم طرف محل ما، من یه سود میزدم، بچه ها میریختن اونجا، میزدیم دک و دهنشون رو خورد میکردیم. منم گفتم برگردیم تو سالن، اونجا اون همه آدم بود، یه جوری حلش میکردیم. انقدر چرت و پرت نگین، 100 بار دربارش حرف زدیم. یه جای دیگه میرفتیم دعوا بزرگتر میشد، میرفتیم سالن جشن خراب میشد. عجبا ای بابا. فاتح تو فرار کردنی هم نگران اینا بودی؟ آره زینب، وقتی 40 نفر دنبالم میدویدن نگران شما بودم. قبول نکردم چون نخواستم ختنه سرون پسرم خراب بشه. درک کردن مرد واقعا سخته. باشه، جریان ارتان فهمیدیم، فرار کردیم. خب حالا برای چی اینجاییم؟ راست میگه، چرا اینجایین؟ با این ریخ اینجا چیکار میکنین ها؟ تهدید. چه تهدیدی؟ اون یارو از همون عکس گرفته عوضی، چپ و راست بهمون پیام میده، میگه میدونم شب چی کار کردین فلان بهمان، بهمون نشون داد. گرچه الان دیگه همه فهمیدن اصلا به ما چکی بوده، اصلا به درک. به خدا سبک شد. ما یه عالمه خیال بافی کرده بودیم، میدونستین؟ آی این کارو کردن، آی اون کارو کردن. حداقل یکیش درست از آب در میومد. فرار چیه؟ تو منو موقع فرار تصور نکردی؟ نه خیر. خب معلومه فرار میکردین، خب چاره چیه؟ عجبا، 40 نفر دنبال 4 نفر فرار نمیکردین، حماقت بود. اون موقع وقت گردن کلفتی نبود که. نبود مگه نه؟ خب بالاخره ما هم آدمیم دیگه، هرچی باشه 90% مردونگی فراره. بله. کی اون اسلحه رو بهتون داده؟ وای خدا، وای گوشیمو بده. وای به خدا هیچی دیگه نمیشنوم. الو اوی زینبم. الو نمیشنوم عمه. اومدم مامورا داداشم. چی؟ اوی زینب، نمیدونم باید چیکار کنم. من کلانتریم، زود باشیم بیایم، من اینجا واسادم. چی شده؟ باشه اومدیم. باشه چی شده؟ بابام دستگیر شده. ها؟ بابامو گرفتن. چی؟ میگم بابامو گرفتن. ها منم فکر کردم چی شده. برای چی آخه؟ نمیدونم، بریم معلوم میشه. بابا تو هم چرا همه شلیک میکنی؟ مصطفی این تفنگا رو بردار، دست من نده، دوشم بگیر. داداش بار سومت بوده. اورهان چی شده؟ ای خدا، کار زندگی ندارم، منم میافتم دنبال تو. ساکت دیگه. بیا بگیر. اومدیم. خب حالا چی؟ از صبح تا شب عین چراغ راهنما باید اینجا وایسیم. دقیقاً همینطوره کامل، مثل چراغ راهنمایی وایسیم. تا کی برادر من؟ تا وقتی شازیمند از خونه نشستن خستش بیاد بیرون، بعدش من. بعدش بعد میرم سر راهش میگم شازی من دوستت دارم، از این دنیای دیجیتالی که توش هستی بیا بیرون و خانم خونه من شو عزیزم. اینا رو میگی؟ تو میخوای بگی؟ من میگم چیه، نمیتونم. آخه داداشم فرض کنیم شازیمند از پای کامپیوتر پا شده، اصلا بگیم اومده بیرون، حالا بگیم تو هم رفتی سر راهش، اونم سرش به سنگ خورده باشه وایس تو حرف بزنی، حالا بگیم تو هم قبول کنه. خب ننشو میخوای چی کار کنی؟ اون زنه شازیمندو به تو میده. آره بابا چرا بگن نه، از من بهتر مگه چی میخوان؟ چی میگی تو اصلا؟ برای این قد و قواره آرتیستی میدونی چند تا دختر جوون و مامانی خودشونو کشتن ها؟ قلبشونو در آوردن، به التماس انداختن جلو پای من. تو منو نمیشناسی کامیل، نصف من زیر زمینه ها پسر، اگه بدونی بهم اسودیت میشه. روح جلوی روح بزرگ من زانو میزنه توبه میکنه. منم که یه تیپی از آرتیستای سوپر استار دارم دیگه، اون نگاه دخترکشی که دارم با اون خنده دارین، نگاه اینجوری خنده یه وری که من دارم همه کشته مردهشن. شازیمندو به من ندم کی میخوام بدم پسر؟ چیه بابا چیه؟ برگرد اونور. خاله آیفر. خاله آیفر. خاله آیفر. آی پسر جون، تا اون خنده یه ورید، اون نگاه دختر کشت، اون ریخته تو بر نداشتم درست کنم. اگه حرفی داری بزن پسرم، وگرنه تو ابد خفه شو. خفه شدم.
جواد حین دویدن خفه شو. بودو فرار کن. بیا اینجا فعلا. خاله وایسا، خواهش می‌کنم خاله. حالا خاله اومده دم وایسا. در خونمون. بچه تو کی هستی در خونه ما وای میسی ها؟ بگو ببینم. صبر کن دارم برات. بذار به اون شوکت خان بگم خاله چیکار خواهش کردی. می‌کنم. قشنگ حساب کار دستت بیاد بچه. بیا اینجا ببینم. مامان بیا جون تو رو خدا آروم باش. ول کن بچه. تو بچه کی هستی که شازیمنده منو بگیری؟ مامان جون بی سر و پا. مامان جون تو رو خدا آروم بی‌تربیت. باش. فردت شم آروم باش عزیزم آروم باش. برم کن تو که ببینم. هنوز وایسادی برم کن. فرار کن دیگه گم شو ببینم. دیوونه. گم شو. جناب ما از نزدیکای شوکت تاشکینیم. خودش کجاست؟ خبردار شدیم که امه این دفعه چرا بابا رو گرفتن ها؟ اوی اورهان تو چرا اومدی؟ اورهان تو اینجا چی کار داری؟ برو بیرون برو. آخه اینو چرا چی آوردی شده؟ اینجا؟ چرا؟ چی شده؟ برو دیگه. داد میزنی بابا چی شده؟ اومده مگه بابا چی؟ پسر اینو از اینجا ببر بیرون وای نسته مگه اینجا چی ببر. شده عمه؟ مامان یه لحظه صبر کن آخه چرا داییه گرفتن؟ اورهان خان ها بفرم. جناب حال شما دیدین من شناخت چطوری همون چطور خوبی؟ نشناسیم؟ مگه مهلت میدین فراموش کنیم؟ یه پاتون تو کلانتریه. از اون لحاظ. جناب سروان خیلی ببخشید اما این سری چرا بابامو دستگیر کردی؟ کاش فقط باباتون بود. آقا اورهانم پاشون گیره. من؟ بله تو. بیا جونم بیا بریم پیش دایی تنها نمونه. صبحم میبرنتون پیش بازرس. بیا داداش یه کاری بکن. آخه جناب سروان میشه به ما هم بگین برای چی؟ اینا یکیو به اسم برکجان آلبایراک رو گروگان گرفتن، شکنجه دادن. باباشم شکایت کرده، ما هم به وظیفمون عمل میکنیم. حضرت آقا رو بازداشت میکنیم، اما نگران نباشین. شوکت کاپیتان و اینم به اینجا عادت دارن. بیا را بیافریم پسر جان. باشه فعلا اوی خدا پسرم اورهان. نه چیزی نمیشه. نه خیلی خب آقا یواش راه قصه بلدم. نخور طورش نمیشه زود میاد دیگه قصه نخور. این برکه جان کیه دیگه؟ کیه جون بچه من میخواد؟ چه خبره؟ یکی دون هوا کنه حرف بزنه. چه ربطی به خانداداشم داره؟ این پسر کیه ها؟ غلط چیزه ببینین عمه جون، این برکه جان با اورهان دعوا کرده. شوکت بابا هم اینو فهمیده بردتش تو کشتی، بعدش هم که دیگه ته دریا؟ فهمیدم. اما نگران نباش عمه جون، من حلش میکنم. فاتح حلش میکنه عمه نگران نباش. باش. آخه آره. مقدس ممنون گولای. یکم با نود وقت بگذرون. غیر از تو بچه به هممون عادت کرده. مادر جون چرا؟ لازم نیست حتما به منم عادت کنه. نمیخوام. این چه حرفیه مقدس؟ اون نوه تو هم هست. چه نوهی فهمی؟ اون بچه باعث شد اون همه بلا سرم بیاد. مگه بده اصلا؟ یه دل سیر با صندلی چرخدار بازی کردی. واقعا که مقدس آدم درباره نوش همچین چیزایی نمیگه. زینب میشنید ناراحت میشد. چقدرم برام مهم بود. خانم میشنیدن ناراحت میشدن. بذار ناراحت شه، از ناراحتی هم بمیره. اصلا اونا ژنشون مشکل داره، از همون الیفسوشون تا اون شوکتشون. چندشن مادر جون، همشون چندشن. شب همگی بخیر. شب بخیر. خوش اومدی. ببینم تو کجایی؟ چسبیدی به دام اینا هی این ور اون ور ور. بایرم بگردم مامان. من میرم اتاقم. فاتح هر وقت تونستی بیا پیشم. چشم بابا جون. با اجازه منم میرم تو اتاق خودم. بیا اینجا گفتم. مامان چرا سر بچه داد میزنی؟ راستی بچه ها شما خیلی کم پیدا شدین. از صبح تا شب بیرونین. چند روز درست حسابی روتون رو ندیدین. ما همش میگردیم. خوبه بخورین بخوابین بگردین دیگه. کار دیگه که بلد نیستیم بکنین. مامان تو یه روز چطور میگذره؟ تو ماساژ؟ من میرم اتاق دوش بگیرم. با اجازتون. صبر کن، بذار از اینجا در بیام. این ارتان عوضی رو از زندگی سیر میکنم، نشونش میدم شوکت در کیه. دایی اصلا چه کاریه؟ به نظرم ما که کارمون واقعا عالی بود. کدوم کارمون عالی بود؟
نتونستیم دیگه، یا رو آوردیم اما ته دریا نفرستادیم دیگه. دایی جون مگه میشه آخه؟ ببین به نظر من باور کن بد جور ترسیده دیگه نمیتونه دور بر سلین آفتابی بشه، رفت پی کارش. پسر تو نفهمی بچه ها؟ نه. اگه میترسید از اون شکایت میکرد؟ نه راست میگی دایی، مگه عقل و هوشی واسمون مونده یه نگاه بنداز انگار هر روز فیلم اکشن داریم میگیریم، الانم که اینجاییم دوباره. آره این سری انگار جدی اینجاییم. یعنی این که از ارتان فرار میکردین و نتونستی به هم بگی به غرورت برمیخورد داره؟ ببین نمیشه از این جریان حرف نزنیم، بحثو عوض کنیم. به حد کافی غرور من زیر پا له شده و اعصابم خورده دیگه. با دختر مورد علاقم از این حرفا نزنم. آره خب اون دختر منم، اما خب تو هم قهرمان اون دختر مورد علاقتی. برای همین به نظر من واقعا لازم نیست جوش اینجور چیزا رو بخوری. آی عزیزم. به حالا نصف شبی با پسرها تلفنی حرف میزنی؟ آره برای یکی میان وای میسن دم در، یکی نصف شبی با پسرها تلفنی هر کرکر میکنه. دختر شما میخوای منو دغمر کنید؟ شما چی از شده بعد میخوایی؟ مامان چی کار میکنی؟ تو این سن و سال قراره ازت کتک بخورم؟ کتک محدودیت سنی داره؟ بخوام تو این سن میزنم، بخوام 10 سال بعد میزنم، هر وقت عشقم بکشه میزنم. مامان مگه خودت نبودی میگفتی این بچه رو با هم آشنا کنیم؟ بچه این بچه تو رو ازم خواستگاری کرد؟ نه. حلقه دستت کرد؟ اونم نه. مامان ببین اگه به عشقمون نرسیم باعث و بانیش خودتی، فهمیدی؟ آبرمون جلوی میته بردی. دمپاییت هم بپوش، زمین سردی. خدافظ. وای خانم مجبورم نکنه این دمپایی رو درارم. بلای سر دختره نیاره. بفرمایی مریم خانم، میشنوم. خب زیاد وقتتو نمیگیرم فاتح. خواهش میکنم. راستش دارم میرم. کجا؟ برمیگردم. منظورتون چیه؟ از ترکیه میری؟ بله دقیقا. من فکر میکردم دوباره زینبو به دست میارم، اما مشخص شد که شوکت این اجازه رو نمیده. نمیخوام به خاطر حرص و لجبازیای ما زینب من لطمه بخوره. از همون راهی که اومدم برمیگردم. فهمیدم. نمیدونم چی باید بگم. من فقط برای زینب. مطمئن باش بهترین کاره. دختر و نوامو به تو میسپارم فاتح. میدونم که خیلی مراقبشونی. کاملا مشخصه که چقدر زینبو دوست داری. خیلی دوست دارم اونا رو. آخه برای چی حتما باید بریم؟ من فکر میکردم با شوکت بابا میشینین حرف میزنین، به توافق میرسین، بعد با زینب دوباره میتونین. بخوای نخوای بعضیا ضربه میخورن فاتح. من و شوکت هم به این درد عادت کردیم، اما دلیلی نداره زینب منم ازش ضربه بخوره. دوبله شده در اما من معتقدم زینب باید واقعیت رو بدونه. داماد من 4 خواهش ازت دارم. بله بفرمایید. از دخترم و نوام خوب مراقبت کن. اجازه نده حتی ما هم بهش صدمه بزنیم. برام ازشون عکس و فیلم جدید بفرست. بزرگ شدن نوامو میخوام ببینم. ازم میخواین بازم از زینب یه چیزی رو قایم کنم، اما باشه. هر مشکلی هم که داشتی، چه مادی چه معنوی، هر چی باشه برو پیش بیرول. اون همه کارا رو کمکت میکنه. ها نه اونو برای اینم لطفاً به هم قول بده. باشه قول. خیلی ممنونم. 4 3 تاشون. 4 فراموشم میشه. برگه های ازدواجتون تو آمریکا گم شده بود، درست میگم؟ اونارم هر چه زودتر حلش کن. براتون مشکل پیش میاد، میدونی که باشه؟ جدی باید همه آدما نسبت به خانواده شما خیلی احتیاط کنن. همه؟ نه بابا، انگار خانواده خودتو نمیبینی آقا. خانواده من چشه؟
ببین همه خانواده ما رو یه مقدس خانم یه تن حریفه در این حد. قبول، تو اینش حرفی نیست. مامان منم بیگناه نیست، اما خانواده شما آقا هر کی میاد سر راهتون میندازین ته دریا. آخه این چه وضعیه؟ هنوز صبر داشته باش، بذار بفهمیم کی تهدیدتون کرده. اون خودم شخصا میندازم تو دریا. بفرما، تو ژنتونه دیگه. من سعی میکنم مشکلا رو به تاکتیکای خودم حل کنم، تو فوری میری سراغ خشونت. ببخشید، تاکتیکای تو؟ ای بابا فاتح، دست بردار، به غرورت بر میخوره. چی به غرورم بر میخوره؟ همچین چیزی نیست. عجبا، اون ایمیل از ارتان بود، من از این هرس خوردم. خیلی خوب، حالا هرچی. ایمیل نداریم دیگه، تموم شده رفته. حالا هرچی چیه زینب؟ کم مونده بود به خاطر اون مرتی که برم اون دنیا. وای فاتح، چی شد؟ یه لحظه که دیدم اینجوری رو زمین افتادی، نمیدونی ترسیدی نه؟ ترس چیه؟ اون ترس نبود بابا، یه چیز دیگه بود. تو یه لحظه دنیا رو سرم خراب شد، فکر کردم دیگه هیچ وقت نمیبینمت. به این راحتی ها نمیتونی از شرم خلاص شی زینب. حالا خیلی با هم راه داریم. اما باید از یه جایی شروع کنیم دیگه. فاتح، اون مسئله رو جدی باید حلش کنیم. چه میدونم، دکتر مکتر بریم زینب، چیکار کنیم؟ فوری به حول و بلا میافتین. انگار اولین بار اومدیم. آره منم همینو میگم شوکت بابا جون، همش یه پاتون اینجاست. این از خوبیاتونه بابا. من عادت دارم، شما برین دیگه هم نیان، خودم از اینجا در میام بیرون. همش اینجور چیزا زیر سر شماست بابا جون. حداقل یه ذره به ما فکر کنین. چه میدونم، به زینب فکر کنین، به نوه‌تون فکر کنین، به عمه فکر کنین. یادتون نره ما دیگه یه خانواده بزرگیم. بابا اورهان، چند بار دیگه بهت بگم فدات شم، مشکلا رو اینجوری حل نکن. آبجی چرا سر من قور میزنی؟ برو به اون یارو بگو. خب تازه از اونجا آمدیم بیرون، یارو بدو رفته شکایت بچه سوسول. آرهان جون، اگه اینجوری مثل چی ابرو بدی بالا پایین، تقی به توقی میخوره، بیفتی به جون مردم، آخرش همینه، تا خیرخیره تو گلگیر میکنی. کی میخوای مثل آدم زندگی کنی آخه؟ آبجی من از اون یارو از همون اولش هم خوشم نمیومد، لجم میگرفت. اون یه آدم بی شخصیت و زبون نفهم و پرروه. باز خودشو توجی میکنه. فاتح بیا تو با این حرف بزن، 6 ساعته رو اعصابم شخ میزنه. آبجی اوف داداشم. بابا این وضع آخرش چی میشه؟ آخه کدوم وضع عزیزم؟ بابا تو رو خدا دست بردار دیگه. یه روز نیست شوکت کاپیتان پاش به کلانتری بانشه، زشته دیگه. اینجوری میخوای الگوی ما بشی؟ باشه، خب شما هم یه الگوی دیگه انتخاب کنید. ببینین احمد و آیفر مقدس و الگوی خودشون کردن، شما هم فهمی و الگوی خودتون کنین. بابا درست جوابی که میخواستم و به هم دادی. آفرین. در ضمن مگه فهمی خان چشه؟ فاتح و نگاه، کدوم مشکلشو با خشونت حل کرده؟ تو این سالو بپرس کدوم مشکلی رو حل کرده؟ نگو دیگه بابا. خوب گوش کن. وکیلای شرکت که آمدن هر چی گفتن میگی چشم. حرف شوکت بابا رو گوش نمی کنی، فهمیدی؟ راستش داداش من جرأت همچین کاری رو ندارم. بی خود چرت و پرت نگو، یه غلطی کردی تلافی کن. ای بابا اول آبجی، حالا تو چرا همش سر من داد میزنی؟ مگه من رفتم شکایت کردم؟ بابا شکایت کرده دیگه، فرقش چیه؟ ببین داداشم، همه این بچه مایدارا اینجوریه، اینا کار خودشونو میکنن، بعدش هم میگن بابا باباشون هم حل میکنه، تموم میشه. اعصابمو خورد نکن. تو هم هر چی دایید میگی چشم. پس با اون سوسوله چه فرقی داری ها؟ اورهان ببین، یه روزی یه بلای جدی سر یکی میاری، عمرتو تو زندون میگذرونی ها. تقدیر باشه خیلی خوب، پس انقدر اینجا بمون تا بپوسی. آخه سلین گردن کلفتی مثل تو رو میخواد چیکار؟ یه نگاه به خودت بنداز، ببین کجایی؟ ببین اون نمیتونه اینجور چیزا رو تحمل کنه. این دختر به این چیزا عادت نداره. یه بار تحمل، دو بار تحمل، سومین بار هری. آبجی چی داری میگی تو؟ من آبجی نمیگی ها، این واقعیته. دختر میره با یه آدم با نزاکت و مؤدب ازدواج میکنه، تا هم وقتی تو هولفتونی قدم میزنی دعوتنامه یه عروسیشو واسط میارن. آبجی چی داری میگی؟ اصلا این بزن آبجی. ای بابا سلین همچین کاری نمیکنه، منتظر میشه. بابا پسرم مگه گند و کثافت خلاصی داره ها؟
بگیم الان منتظرت بشه. دفعه بعدم میشه، دفعه بعدیش هم به پات میشینه. آبجی ببین من تو زندان دست پام بسته است. چرا حرفایی که روحیه‌مو خراب میکنه رو بهم میگی؟ عزیزم دارم واقعیت ها رو بهت میگم، واقعیته. شما هیچ نگران نباشین شوکت بابا جون. من با وکیل حالا وکیلا رو ول کن توماد. ببین خوب گوش کن چی میگم. خب این مریم اومد پیش من گفت دارم از اینجا میرم فلان و بهمان، اما من باور نمیکنم. پیش منم اومد بابا جون، به منم همینو گفت. تو باور کردی؟ باور کردم. به نظر نمیومد داره دروغ میگه. بله فرق بین ما همینه دوماد. تو احمقی من عاقل. خیلی ممنون. ببین دوماد این زنه نقشه‌های شومی داره. میخواد دل زینبو به دست بیاره، ما هم گول بزنه، زینب ازمون بدوزه ببره. چی؟ یواش. خب میگه چیکار کنیم بابا جون؟ زینبو تو خونه زندونی کنیم؟ اونو ورم داری از اینجا میری. این صحنه رو من قبلا ندیدم. ببین چی میگم، اگه نتونم از اینجا آزاد بشم زینب و نوم و برمیداری از اینجا میری یه جای دیگه تا وقتی مریم واقعا از اینجا بره. فهمیدی؟ شوکت بابا جون من با وکیلا حرف زدم، نگران نباشید. من میارمتون. بله خب بابا فهمیدم. منم میگم اگه نتونم آزاد بشم اونا رو برمیداری میبری یه جای دیگه. همین. کجا؟ مامان با داداش چیکار میکنم؟ قربونت برم جوجه تلاقص نخور جیگر مامان، دارن حرف میزنن عزیزم، حرف میزن. زینب تو عمه برین خونه، من اینجا، نگران نباش. باشه. فاتحه کاری که بابام کرده. زینب بابامو. خب دیگه برو عزیزم. خیلی ممنونم فاتحه، تو بی‌نظیری. عمه الیفسو بریم بی خودی اینجا نشیم. باش قصه نخوری یا چیزی نمیشه قربونت بشم. اوف. ناراحت نباشین یادگار خانم جون، فاتح همه چی رو حل میکنه. در ضمن وکلای شرکتمون کارشونو بلدن، نگران نباشین. امیدوارم گلسوم خانم جون گلم. بابا چجوری حلش کنن؟ یکی میره یکی میاد، انقدر رفتن بومی شدن. خدایا جل من بگی اینو نخورم. مقدس چطوره به ارم جونت زنگ بزنی با هم برین بگردین ها؟ وقتی خانواده بزرگمون توی بحران بزرگه با ارم جونم گردش رفتن آخه کار درستیه. چقدر با ملاحظه‌ای مقدس، اما بد نیست یکم جلوی زبونتو بگیری. یادگار خانم جدی اصل ماجرا چیه؟ کی شکایت کرده؟ میگن یه پسره به اسم برکه جان، نمیدونم میشناسین یا نه. نه نمیشناسن، اونا ندیدن. منم همینو فقط میدونم. ای قربونت بشم جیگرمه، مامانی کجاست؟ بیا بریم مامانی رو پیدا کنیم. باشه عزیزم، مامانی کجاست؟ مامانی کجاست؟ نه اونا نمیدونن. خب مامانی کوش؟ بیا بریم با هم پیداش کنیم. قربونت بشم من. الو فاتح چه خبر؟ از نگرانی مردم. حل شد زینب، با شوکت بابا داریم میایم خونه، نگران نباش. خدا رو شکر. پس اینجا میبینمت. خدافظ. بیا مامانی هم اینجاست. زینب عمت کم مونده بود برکه جانو به همه بگه. اون چیه؟ نمیدونم، تو رخت خوابش پیدا شد. اون کاست دوربین ماست. سلین نکنه فیلم ختنه سرون فاتح؟ پس اینجا قایم کرده. بیا ببینیمش. بیا دوربینو پیدا کنیم. بودو. دو تا خبر خیلی خوب براتون دارم. چی شد؟ بابا و اورهان آزاد شدن و دارن میان خونه. خدای شکرت الهی. چشمتون روشن دیدین گفتم. لیفسو به چه خبر خوبی. دومیش
کاست ختنه سرون فاتحه. اوه بس خدا بیامرزم توش میبینیم. هر چی زودتر بذارین، زودتر فیلمو ببینیم. بابا جون دوربینمون کجا؟ دخترم یا تو انبار پایینه یا تو اتاق زیر شیروونیه. کدومشه؟ برو ببین دیگه. من زیر شیروانی رو نگاه میکنم تا هم پایینو بگرد. حتما باید تا فاتحه نیومده دوربینو پیدا کنیم و یعنی عمرم بذاره ببینیم. آره بودو. مامان جون یه لحظه اینو بگیر. من آخه چرا بگیرم؟ بیا با انگشترم بازی کن. وای تو رو خدا فقط بیخ گوشم قرم نزن. چی شد بچه ها؟ زودتر این کاستو بذارین دیگه. باشه مامان بزرگ، کاری آخرشه. کاستو بده. دست سلیمه. خیلی ممنون پرنسس. سلام، ما اومدیم. یه مرچمونه گرفت. مگه چیه؟ باز از چی غیبت میکنی؟ خوش اومدی. آرهانم. آرهان خوش اومدی. قربونت مامان. خیلی ببخشید داداشی، کاست ختنه سرونتون رو پیدا کردیم. آره فاتح میبینیم. مادر زینب اومده. مادر زینب اینجاست؟ شما؟ اما هیچ کس نمیتونه بخواد از دخترم فاصله بگیرم. اون زن نباید زینب رو ببینه، وگرنه از دخترم و نوام خوب مراقبت کن. اجازه نده حتی ما هم بهش صدمه بزنیم. بده! چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ تو همچین روزی میخوایم بشینین کاست نگاه بکنین؟ ببینین شوکت بابا جون اومده براتون سورپرایز داره، بهتون میخواد یه چیزایی بگه، مگه نه بابا؟ بابا باز چه سورپرایزی؟ بله باشین جمع کنین. فهمی جون حاضر شین. میریم ریز چای جمع کنیم. چای